یو این چیه؟ چه باحاله، مثل مای دریم ستاپ انگار. چقدر قشنگه. واسه ببینم الان مثلا من از این سلام توپ در میاد و میذاریم این گوشه. توپ در میاد، توپو میذاریم اینجا. چی دیگه میتونم در بیارم؟ اینو میذاریم اینجا کوله رو. این چیه؟ میذاریمش اینجا. آیس نمیدونم. نه اونجا صندلی داره، پس اینو بعد بذارم اینجا. دفترچه خاطرات. اینجا هم هست، اینجا هم میشه گذاشت. بیا بذاریمش مثلا اینجا. اینجوری میشه جابجاش کرد، اون بریش کرد. نه اوکی. خب حله این نمیدونم چیه، میذاریمش اینجا فعلا. از این پیگیا که توش پول میذارن. یه کتاب دیگه. نایس. این چیه؟ نمیشه اینجا چون رنگش با اون سته. اینو میذاریم اینجا چون باز رنگش به اینا میاد. همتا وایسا. این یعنی که این شخص از اینا زیاد استفاده نمیکنه. اوه سطل زباله آن تاپ. خوشگل شده. اوه این تموم میشه. بذار این بار یکی رو باز کنم. خب اینو میشه میشه اینجوری کرد. نایس. خوشم میاد که به همینجا. وایسا اینو میتونم. نمیشه ولی گذاشتمش پشت سطل آشغال که معلوم نباشه. این کیه؟ اینو بعد بذاریم رو تخت دیگه. بابا این شاپرک که اینجا چی میگه؟ برو من دارم کار میکنم. بازم یه فیگور دیگه. خب دیگه دارن زیاد میشن کم کم. اینو بیاریم جلوتر یکم. خب آقا بس دیگه. چه جالب. جوجوی رپر آنتا. اینا میذاریم اینجا. میشه این صداشو. یه کتاب دیگه. با من دیگه انقدرم کتاب نمیخونم. یه جایی جا نمیشی. گاد. ای بابا. میذاریم اینجا و این کتابا رو اینجا میچینیم. بیا اینم بیار پایین. بوم. باحال شد. این دکوره خدایی باحال شد. آره کیفم رادیو رو میذاریم زیر باشه. خب اینم تموم شد. این چیه؟ یا حسین. What the fuck. تختمون رو این حیوان‌های دوست داشتنی چیز کردن. اوه موقعی که نمیخوایم درس بخونیم. ای بابا. ماشین کوچک و بامزه. میذاریمش کنار این پیگیه موقتی. چرا میگه اینا قرمزن؟ دهنت سرویس. مثلا اینو باز کنیم، به فرض اینو بذاریم اینجا، بعد رادیو رو بیاریم بالا اگه جا بشه. بکنم آره. این چرا هر جا میذاریمش قرمز میشه؟ نمیدونم چرا. شاید رو تخت باشه مثلا. نه شاید بعد اینجا بذارمش. اوه لیتس گو. آره همین بود. خب این چی؟ اینجا لیتس گو. چقدر اینجا همه چی زیاده. وقتی اینجا باش فعلا تا ببینیم بعد چی. تو یه دونه از این شلف ها برای کتابا باشن فقط. مداد رنگی این ولی ما به عنوان کیبورد RGB میذاریمش. مثلا این کیبورد RGB ماژیکای دریا هم اینجا. اینو میذاریم به عنوان ماوس اینجا. گایز موقتی ها یادتون باشه بعد ارزشش میکنم. اصلا نگران نباشه. تو بیا اونورتر. نایس. اینا رو هم شوخی کردم. اینا رو هم مثلا میذاریم یه دونه از این شلفا رو میذاریم برای مثلا ماژیک و مثلا اینکه این شخص نقاشه، حالا مثلا به نقاشی علاقه داره. موس. اسکو موس واقعی. موس لاجیتک قدکش جا میشه اینجا. بگو که جا میشه. تو رو خدا قشنگ میشه اگه اینجا باشه. یه لحظه اجازه بدین برای این یک جای دیگری پیدا کنیم. بذار اینو بزنم رو. اصلا این نمیدونم چیه چت. این چیه؟ مثبته؟ شبیه مثبت بود یه لحظه. بگم مثبته. چقدر خوشحال شدم. زیر متکا هم میتونیم چیز میز بذاریم. الله اکبر. اینم از این. اول از کوچیکا شروع کنیم. خرت و پرتا در بیاریم. کیس ها یادتونه بچه‌ها؟ اوکی بابا حالا چند تا کفش داری؟ نمیخواد کفشاتو بکنی تو چشمون. فهمیدیم کفش زیاد داری. اون همون یلنگه رو داره. اون یکی تموم کرده بود سایزشو. نگو که میتونم بذارمش تو این. وای پشمام چقدر این گیم خوبه. اینجا هم داریم. اینجا هم میتونیم چیز میز بذاریم. پس بذار این فیگوره رو بذارم اینجا وسط باید باشه. ولی این باحال شده ولی میترسم دیگه به زودی بیفته. خب معلومه جورابا رو هم نمیذارم تو کشو بچا. من نمیخوام کشو رو باز کنم. داستان میشه برامون. البته اینا فکر کنم جوراب نیستن. فکر کنم میدونم چی ان. یه جوراب بنفش. نایس. بذار اینم بذاریم اینجا. نایس.
و اینم چون دیگه چوب لباسی نداریم. او برج ایفل پاک. من هم یه دونه دارم تو ستفهم ولی معلوم نیست. آقا خدا به خیر کنه اومدیم تو هموم. اوله اون که طبیعیه. صابون رو بذار اینجا دیگه تموم. بیا وایسا ببینم خمیدت نمیشه گذاشت توش. وای پشمام چقدر خوب. بچه شما تو حموم خونتون شونه میذارید؟ بذار فعلا اینجا باشه حالا هی نریم این ور اون ور. بعد آشپزخونه هم اتاق داری؟ نه دیگه برمیگردیم تو همین. کیبورد پیسی 4090 جدید. میتونیم چاقو رو بذاریم مثلا توی این. اینا رو میذاریم تو این. نه جا داره. وایسا ببینم اینجا کلی چیز از ظرفا رو میذاریم این تو. مثلا حواسم نیست. ظرفا رو میذاریم این تو. اینا هم همینطور. چیمشون اینجا. بعد اینم باز میشه. نگو که اینم باز میشه خدایی. اینم مثلا میتونم بذارم پایین الفرض. البته اونجاش خوبه ها نمیدونم. اینم میدونم بعد بذارم اینجا هرچی که هست. میتونم مثلا اینو بذارم اینجا. یعنی چه باحال. این چیه؟ هرچی هست میذاریمش اینجا. بازم لیوان. چقدر لیوانا رندومن احساس میکنم. اینم که دوباره از این دست. البته این دستمالا ما توی آشپزخونه میذاریم همیشه. اینم یه مش چیز ولی بذار که با همه ست بشه. البته احساس کنم همه چی باید اونوری باشه الان که دارم فکر کنم. به خودم تصور کردم که اینا رو میخوام بردارم. احساس کردم اذیت میشم. البته اینم احساس میکنم که میتونه توی این کشو باشه و حتی این به نظر من. آره اونا این یه دونه یا رو باید بذاریم توی مثلا کشوهای پایین. مثلا اینا برای مثلا چیزای زیادن اگه اشتباه کنم. بعد اینم فعلا موقتی بذارید بذارم اینجا. اوه چقدر باحال. پشمام. خب بعد مثلا یکشون رو انتخاب بکنیم دیگه. این کهنه است. فهمیدیم که این کهنه است. یعنی اوکیه که تو آشپزخونه باشه. خب اینا رو ما میتونیم حقیقتا اینجا هم بذاریم. این بالا هم میشه چیز میسچید. اوکی این برای اینجاست. بفهم. خب چقدر باحال. خیلی باحاله. آره خب اینا رو به نظرتون کجا میتونیم بذاریم ما؟ مثلا چیدمان رو کجا اشتباه رفتیم؟ خب مثلا به نظرم اینم میتونه اینجا باشه. زیاد بد نمیشن کنار هم دیگه. کنار برق باشن. میتونه پریز برق باشن. خب تموم شد. جای اینا اشتباهه. خب اینجا درسته. میگه اینجا اوکیه. خب کی اونجا میذاره دود؟ احتمالاً اینم باید مثلا توی کمدی جایی باشه. دیگه چی داریم اینجا؟ اینجا دیگه چیز اشتباهی نداریم. خب بعد اینم بستم و تنها چیزی که میگه مال اینجا نیست اینه. بیا. خب اینو کجا باید بذارم؟ این حالت پوستره. پشمام نمیدونستم. اوکی شد. جی